دیگه چیزی نداشتم بیام آدم میخورد و دو موقع با بیش گفتم با ما کمی این دختر خود بده برای ما دیگه گفت پول هستم ما با بیام پول نداشت ما پول دادم برای در وقتی که بعضی ندادم مثلا احساس خوب نداشتم واقعا من به زور دادم من خود مثلا راضی نبودم گفتم اگه تو قبول نکنی مجبورم چون اقتصاد خانه آدم پایین بود مجبور بودم من از بین میبرم من نمیتونستم به مغازه نونه چیزی بدم گفتم بکشم به فایده خود به ما کاری نیه نکشم به ما کاری نیه مجبور به می ازدواج اصلا به زندگی راضی نیم مثلا ازدواج کردن در سندخون بد میمیه کار خوبی نیه که ما دختر رو بدبخت میکنم چیغ میکشن گریه میکنن چون اینا باز میکنن کارن نمیتونن فرار کنن یا میتونن کار دیگه